رخته ها جستند آن پیدا نشد. کل رخته ها را وقتی که پالیدن یک یک، ایرا دزد گوهر نیز هم رسوا نشد. نه دزد پیدا شد و نه در جامعه ها و کالاها در یا دیگه چی پیدا شد، همین گوهر پیدا شد. پس بجد جستن گرفتند از گزاف، پس در تلاش شدن، در کوشش شدن که بر دهان و گوش و اندر هر شگاف تماماً، اگر گوش است، اگر دماغ است، اگر تماماً شگاف های وجود انسانی را یا به پالش گرفتن تا ای که بتونن پیدا بکنن. از کجا؟ این خط رسید ما نینجاست در شگاف، در شگاف تحت فوق و هر طرف جستجوی که وردند رو از هر صدف. مرد زن جویان شدند از هر طرف، جملگان از بر در جوستن صدف. ری خوش صدف. یا شروع کنن با تلاشی کردن، یک یک هر زن استاد میکنن، پالیده میروند. گپ دیست که پیشتر گفتیم که شر محسوس خیر معقول داره. ایجا که ایجا کوشش است که یک زن زنگریش معلوم شوه، یک دختر دخترگریش معلوم شوه. نسو که مردیش پت کرده باید رسوا شوه. اگر این زنها را یک یک چرا پالند؟ این حکمت پروردگاری است که الحکیم و حکمت در دست اوست. به چه حد سر از این قدر قید و قیود میاره تا ای که نسو یک توبه بی بازگشت بکنه. بانگ آمد، بانگ آمد که همه عریان شوید، هر که هستید از عجوز آواز نوید. یک با یک را حاجب جستن گرفت، تا پدید آید گوهر داوا نشگفت. یک بار امام امو حاجبه که پاسبان حمام بود صدا کرد که یک یک اگر دختر هستند زن هستند باید عریان شوند، یک یک یا تلاشی بدن تا ما پیدا کنیم که گوهر دختر پادشاه در کجا هست. یک به یک را حاجبه جستن گرفت، تا پدید آید گوهردانه شگفت. تا ای که گوهردانه دختر پادشاه در کجا است پیدا شود. در اینجا نسو در 40 ساله، نسو کلی گپا را میشنوه، میبینه چه وضعیتی است. هر لحظه سرش سخت شده میروه، هر لحظه سرش تنگ شده میروه، زمان داره سرش قید شده رایست، سخت شده رایست. آن نسو از ترسش در خلوت روی زرد و لب کبود و از خشیت پیش چشم خشتن می دیدم ارگ سخت می لورزید یا مانند برگ. آن نسوح از ترس شد در خلوت. وقتی که نسوح این وضعیت دید، یک بار یک در یک خلوت رفت. پروردگار چیزی نیست که مثل انسان یک جسمی باشه که را آدم دیده بتونه، اما در همه چیز هست. انسانها یک یک ارتباط هر انسان به پروردگارش هست. میگه که من از رگ گردنتون که به شما نزدیک هستم. ما مانند نمی گروپ هایی که میبینیم این که اگر روشن میشن، اگر در جایش در سرچشمه دستگاهی که است، اگر از اموجا آب قطع شود چیزی به عنوان گروپ روشن نمیمانه. اگر رحمت پروردگاری خدای ناخواسته از بالا در سر ما و شما قطع شود، چیزی به عنوان ما و تو و مجلس این آن باقی نمیمانه. یک یک لحظه رحمت پروردگاری متوجه به ما و شماست. اگر یک انسان گوش شپت بگیره وقت میفهمه که رحمت پروردگاری مثل برق مسلسل بار سر وجود انسان میرسه. اما وقتی به طوری میریم ایت متوجه نمیشیم. غفلت سمیشه دامنگیر ما، غفلت دامنگیر میباشه. ولی امروز توبه میکنم، صبا میکنم، پس صبا میکنم. او آدم عمر آدم قدر زیاد دراز نیست. 50 سال یا 40 سال زیاد عمر بخونیم، 70 سال یا 80 سال. پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ببین که به برکت از او پروردگار میگه من خدایی ما آشکار کردم. اونمو 63 سال عمر خورده. اگر ما خود ما را همت به او میگیریم، باید خرد ما جوان ما نشانه امر امو را بگیریم. او یک بالا میره، او هم تلاش میره میکنه که خود از خدا توفیق میخواه. هنوزم دیگه او باید زیادتر بخیر مقامش بلند بره.
باید توبه های بی بازگشت بکنیم. کوشش ما مثل همی باشه، مثل میگه نصوح در خلوت رفت، ما در یک خلوت برویم. خدایا روزگار ما زیر خاک شدنی هستیم. خدایا یک جواب سوال منکر نکیر چیزا در سر ما هست. دشوارترین روز دادم رو داریم. عمر امروز ما یک چشم بر هم زدن نسبت به چیزی که علم جدید ثابت کرده. اگر در فضاها جایی که 10 سال بگذرانی، در اون منطقه 1 سال بگذران، در زمین بیا سر 10 سال بگذره. با پیش علم پروردگاری این زندگی ما به اندازه یک چشم بر هم زدن است که میگذره. اما در روبروی ما عمرهای بسیار زیادی در عالم برزخ داریم و بعد از او پروردگار بهشتی که به ما وعده داده، ما در اوش زندگی جاودانی داریم. یک ذره متوجه به نمازهای ما شویم، یک ذره به توبه ما متوجه شویم، خود ما را بیباک نکنیم دیگه. خرد ما با کلان ما باید یک احترام داشته باشیم، کلان ما با خرد ما یک شفقت داشته باشیم. مطلب نمیست که همیشه هر روز نسبت به خود ما سر ما را در بالشت میمانیم، یک سوچ بکنیم، در یک خلوت برویم. خدایا عمق امر را تیر کردیم، ما چی کردیم؟ دستاورد ما توامال چی است و از این بعد باید چی بکنیم؟ متوجه به میشویم، خود ما روبرو با یک توبه میشویم. مثل ازی که امین نصوح در خلوت رفت. یکی که در خلوت رفت پیش چشم خویشتن میدید مرگ. این می رقم که او لحظه را شماری میکرد، این ساعت گری یادم مرگ در پیش میدید. این می رقم یک روز از ما این ساعت اگر امین لحظه نباشد 10 سال بعد خواست، 5 سال بعد است، 100 سال بعد است، مرگ در پیش ماست. یک کم آدم متوجه شود این آدم دیگه لحظه شماری داره مرگ. مولانا امیر تمثیل میکنه که باید ما و شما همیشه به مرگ آماده باشیم، توبه کنیم. هر روز اگر روز گناه میکنیم شب باید توبه کنیم، یک شب خیزی داشته باشیم. گفتی یا رب بارها برگشتم، توبه ها و وعده ها بشکستم، کرده همانها که از من میسزید، تا چنین سیل سیاهی در رسید. گفت یا رب بارها برگشتم، گفت که ای خدا یک و یگانه، ما بارها برگشتم، ما بارها توبه کردم ولی توبه ها و عهدها بشکستم. ما صدها بار هزارها بار به طرف تو خوردم برگشتم ولی دوباره نفس شیطان توبه مرا در هم شکست. کردم آنها که از من می سزید. ما چیزایی کردیم، او چیزی کردم که از ما سزاوار همی که ما هستم و بودم، تا چنین سیل سیاهی در رسید. تا ای که پیشتر گفتیم که شر محسوس خیر معقول، گپ ما دوباره تکرار نشوه. این بخشش یک سیل سیاهی را پروردگار نشان میده تا ای که یک توبه بی بازگشتی انسان بکنه. نوبت جستن اگر در من رسد، و که جانه من چه سختی ها کشد. در جگر افتاده استم 100 شرر، در مناجاتم ببین بوی جگر. گفت خدایا اگر نوبتمی پالیدن دم برسه، واو که جان من چه سختی ها کشد. گفت آیا این جسم ما، این وجود ما چقدر سختی ها را در بین یک امام زنانه که در یک منطقه در یک شهر باشه، یک مرد پیدا شود، آیا او را به چقدر سختی، به چقدر بگه با زجر با زحمت انسان میکشن. این را دیگه نصوح در پیش خودش فکر میکنه. در جگر افتاده استم 100 شرر، در مناجاتم ببین بوی جگر. گفت خدایا من امروز در جگر ما یک شرر افتاد، یک آتش افتادگی است که خدایا از صدای ما، از تنفس ما خدایا بوی جگر میاد به دماغ ما. این چنین انداز